حکمت نهم. ادای حج عبدالله مبارک. عبدالله مبارک به سفر حج برآمد. در کوفه زنی را می بیند که در پرتابگاه پرهای مرغی را می چیند. خود به خود فکر می کند که اگر کشته شده باشد چرا در پرتابگاه تازه اش می کند؟ شاید مرده باشد. از زن می پرسد: ای زن، این مرغ مرده است و یا به بسم الله کشته شده است؟ زن گفت: حرام مرده است، برای کودک ها تیار می کنم. عبدالله مبارک: آخر این حرام است. زن گفت: ای مرد، راحت را ادامه ده. فرزندان من کوچکند. چند روز است که خوراک نخوردند و مجبورم که این مرغ را به آنها خورانم. عبدالله مبارک با مبلغ‌های سفر حج خوراک و لباس خریده به خانه زن می‌آورد و می‌گوید: گیر اینها را، همش برای تو و فرزندانت. دیگر مبلغی نداشت که سفرش را ادامه دهد و آنجا ماند تا اینکه با زائران همراه شده به وطنش برگردد. همراه با حاجیان شد. حاجیان یکدیگر را مبارکی حج گفتند، اما او با اصرار یعنی تکرار می گفت که من حج نکردم. هر حاجی با هر حادثه به عبدالله می گفتند: در عرفات یک جای بودیم، در مینا و در حرم هم یک جای بودیم. عبدالله: من حج نرفتم میگویم و شما حالا هم تبریک کرده ایستاده اید. شب شد. عبدالله در خوابش صدایی می شنود: ای عبدالله، الله تعالی صدقه‌ای که به زن دادی قبولش فرمود. در صورت تو ملکی را وظیفه دار کرد که به جای تو ادای حج کند. از این خاطر در دفتر اعمالت ثواب حج ثبت شده است. دوستهایت در صورت تو ملک را دیدند. شرح: بعضی ها این روایت را ناصحیح می دانند، اما هدف شخصی را کمک و از خوردن حرام دور کردن خیر بزرگ است. منظور از به دست آوردن دل از راه بد کسی را به راه خیر آوردن است و شخصی را از راه حرام به حلال آوردن است. هیچ عمل خیری را کوچک مبین. شاید عملی که کوچکش فکر میکنی سبب رازگی الله تعالی گردد. پس حاجت به شرح اعمال خیری بزرگ نیست.